از اونجایی که کار ما زنده کردن گوشی‌های مورد است، این گوشی هم مشتری امروز گرفتم. پیچ‌های پایین رو باز می‌کنیم، دیسپلی رو جدا می‌کنیم، شیلد دیسپلی رو جدا می‌کنم و کانکتورها رو در میارم. با کمی الکل باتری رو جدا می‌کنیم، شروع می‌کنیم به باز کردن بقیه کانکتورها و جدا کردن کامرای اصلی و سلفی. بعد از این کار بورد رو جدا می‌کنیم و شروع می‌کنیم با استفاده از هیتر گلس پشتی رو با احتیاط و تمیز جدا کردن. بعد از انجام این کار تمام قطعات رو دوباره می‌ذاریم سر جاش و اینکه باتری میاد سر جاش، فیس آیدی رو از روی دیسپلی اصلی جدا می‌کنیم، با احتیاط روی دیسپلی جدید نصبش می‌کنیم. بعد از بستن پیچ‌هاش چسب آب بندی اصلی که روی شاسی بود میکنیم و چسب آب بندی جدید رو میذاریم خیلی تمیز مثل روز اولش. کانکتورهای دیسپلی وصل میشه، شیت میاد روش و اینکه دیسپلی رو میبندیم. میریم برای گلس پشتی، چسب ها رو میزنیم دقیقاً جوری که باید باشه. گلس پشتی میاد سر جاش، یه تست میگیریم، میبینیم که تاچ کار میکنه. میریم برای بستن و تحویل به مشتری.